عزیزای دل تشکر از این برنامه هستین مرد گفتم نزدیک افتاد که خلاصه برای اینش سر صدای ازیو گرفته بود ایدم چه باش من با 4 تا همسایه بیا بگه شنم مرده دیگه من چی گفتم اومدیم که ما داشتو خلاصه برسیم خیلی از گمش کن چوشش میکنه الو سوختم الو اما چه بشه خلاصه چطور پس کو من باید داری کنم دوستا عزیزای دل سلام خدا کنه خوب و صحتمند و سرحال باشین هر جای دنیا که هستین هستگزنده روزگار در همان باشین مثل موارد دلتان شد لبتان پر از خنده باشد دوستای عزیز خوش آمدین به برنامه گردوری دوستای عزیز که واقعا بسیار گردورد است و نمیفهمم که چاقو در کجاست و خمیر تراش در کجاست و زغاله کجاست و آشگاز کجاست خیلی نمیتونم برنامه گردوری که میگن هینمی است دیگه خدا کنه که دختر ما فعلا دفاتی های خال عزیز اشتراک کرده سوگ سال گرفته خدا کنه که برنامه ماش خسته کن تمام نشه خدا نکنه لیه استغفر الله این گپا نیست دوست عزیز دیگه به مو خاطر 100 تا قلم سیاه بشیده ماتم مرا گفته دیگه بیا بخیر باشه جان جور باشه انشالله که اخواتی پر از خوشی داشته باشه ما هم سلامت به تقدیم شما عزیزای دل میکنم خدا کنه که جور و صحتمند سرحال باشین و ماه مبارک رمضان را تا دیدم به خوبی و به خوشی سپری کرده باشین عزیزای باز هم یک برنامه که افطاری داریم انشاءالله برنامه را حتما ببینین به خالد جان خمیر کرده بودن دیگه خواست که زغاله بکنه و روان بکنه نانوایی دیگه باز هستیم ببینیم که چی قرار است که چی آماده بکنیم به افطاری و یک برادر ما که کامنت مانده بودن که شبنم جان خود دخانیتان غذای رنگ و رنگ پخته میکنید و دخانه خالصه که میاین چیز آماده نمیکنید برادر عزیز چون ماه مبارک رمضان است و گذشته از ماه مبارک رمضان که همیشه وقت برنامه می باشه یا چیز می باشه شاید هستیم که تعداد فامیل زیاد است نمیشه فقط ما با ما چیز اتفاق بکنم که از طرف دفتر میام و قرار است ما آماده بکنم دیگه فقط روزانه دفتر امنیت هزار برای ما آماده میکنه خدا کنه سوپ باشه خدا کنه مثلا برنج باشه یا هر چیزی که باشه فقط 1000 برای ما دفتر آماده میکنه و در کلی از اون چیزی که در خانه خودم آماده میکنم او رو میخوایم به تصویر بگیرم چون ماه مبارک رمضان است اگر یک لقمه ما بخورم این کنم خلاصه بخوره حتما خودش دعا نکنه به گفته یگان تو مغز و سوغانش دعا میکنه دیگه من گفتنی های خلاصه رو بشنم که من فقط دیگه فهمه نمیزنم خلاصه هم برخون گفتنی های دوستاش من پیشکاری کرده گفته رسانی خب وطندارای گلام تشکر از این که کامنت نمانین و کامنت های زیبا خیلی ببینین خانه تان آباد دیگه ایتر است دوست عزیز که حقیقتش مگه چیزی که در دیگه از دکبلیز از دوست عزیز از طرف دفتر ما چیزی که از تانش مرسه و دیگه قسمت نصیب که در چانس ما برسه در چانس برسه مثلا گوشت باشه مرغ باشه گوشت گوسفند باشه یا مثلا قابلی باشه ازبکی باشه و دیگه چانس است نصیب است قسمت است که در اینجا برابر شود در اونجا برابر شود این دیگر کس از تقدیر خود بخوره دوست عزیز دیگه ای که در پالوش یگان چیزی که از یا اضافه میشه اون دیگه قسمت نصیب ما می باشه یا مثلا پلیسان می باشه اعضای فامیلش می باشه دیگه که ما در روزی از یا قسمت نصیب ما است که روز خود افطار بکنیم و نوش جان بکنیم خیر ببینیم خانه آباد دیگه دوستای عزیز هر کس از تقدیر خود بخوره ولی که اگر میشه در برنامه که در خانه شبنم جان شانسیت می باشه یا که امروز سیت میکنیم مثلا بارانی می باشه چیزی گپ یا کدام مشکل بر شبنم جان پیدا میشه دوستای عزیز میشه امروز باشه یک گوسفند زنده بیاد دیگه خودتون نشه قربان سرتان شم قربان کامنتتان شم خانه آباد جانتان جور باشه سلامت باشین شاید امیر با طور گفته باشین چون مطلب تا نگرفتم مطلب تا نگرفتم سلامت باشین دیگه او قسمت نصیب است که هر جای باشه ولی اینجا میشه که مثلا فردا شب اگر در خانه با برنامه باشه میشه اینجا یک نفر بر ما هر چی که در نصیب باشه اون رو بیاره دیگه شبنم جان
بگه کالای شده بود نه دوستای عزیز هر کس از قسمت خود میخواد ما از طرف خود پلال بخشیده میشون به خاطری که دفتر چیزی که قضاوت میکنه ما آدم قضاوت دفتر قبول داریم دیگه زیادتر نیست من در سر میدیم من هموطن عزیز دیگه برنامه ما رو ببینده باشین یا خواستم در اول برنامه بگویم که خدا کنه برادر عزیز ما خفه نشده باشه و خواستم یک یادآوری بکنم برادر عزیز که در دلتان نگرده که بالا شبنم به خانه خودش شروع میکنه به اینجا فقط گفتم اما مصارف یک غذا رو برای ما میکنه در خالی از و افتخالایسته و قسمت و نصیب هرچی که باشه دیگه او رو یک بخانان است که کل بخانان هم میشونیم و نوشو جان میکنه باز اگر که دفتر مثلا بعض وقت نشه یا نباشه کس نباشه در دفتر و هر کس خانه داره وظیفه داره کار داره سخن داره باز ما خود ما برنامه سیت کنیم دوستای عزیز میتونیم که از جان خود هرچی که بود دوستای عزیز در لابلای برنامه آماده بکنیم و نفطار خدا بکنیم نوش جان بکنیم دیگه ای از تقدیر و نصیب انسان است دیر ما همیشه خاص تقدیر خدا نیستیم دیگه نه گناه از بیچاره گرفتیم نه از یکی دیگر نه از یکی دیگر دیگه خانه آباد تشکر از کامنت زیبایتان دوستای عزیز دیگه برای خالصان خمیر زغاله کرد کنیم که گفتم ببینیم پلان ما چی میشه برشان چی آماده بکنیم باز هستیم انشالله شما ما رو بیننده باشیم کامیاب نمیشه فهمیدی چی؟ از یک توی دکان داشتید آلده خانم ما داد دیگه تو خراب کرده آلی خراب نیست سی برآمده از جایش از جایش برآمده تو به خدا خب خیلی طرق طرق دروازه است دیگه دوستای عزیز چی؟ دروازه چه کنه؟ دوستای عزیز بگی نمی سیبی دوستای عزیز و تنداره گل دیگه رسیدیم به دقایق برنامه و تنداره عزیزم که بخیر پالک بیچینیم پالک خلاص کردیم ریزه کنیم دلده کنیم و مان کچولو عزیز یک کس بسیار کچولو دوست داره دوستای عزیز فهمیدی دیگه دوستای عزیز این یک سبزی پخته کنیم و این نمیفهم که نمی خورما میکنه نمیفهم که جوش میتونه نمیفهم که چپس میکنه نمیفهم که خود چی میکنه بالاخره دیگه نمیفهم فهمیدی او را خودش میفهمه دیگه من این سبزی بیار بچینم دوستای عزیز دو وقتی که پلاسی که کم سرسادم میکنه برسان مزاحمت نکنه میتونه کنه گوشت که بکش مشاهد کنم فقط برگاهش رو بخون چشم میبیش مای درد نکنه نمی تو؟ روی خانش یه تمام میتونه جمع باشه باد میشه سر موارد دختر خب یه انشالله که آباد شوه خدا مهربان است که تو بلدنگا آباد شوه فهمیدی؟ دیگه رقصش نباش کنه از من خدا رو کردی ما که آمدیم که سعی کنه مدیره را که مردیم و کجا گفت جا مردیم که دیگه شیشته بود فهمیدی؟ این خنده مدا در ظالم مردمی که هیچ پرسان نکن خب دیگه این کارا رو داره اگه ما دوستای عزیز که چیز گفت اینقدر رخت رو خیلی نازم جان بلی از خودم بخیمت هستم یادم گفت که چطور از باید موضوع خدا زده میریم بخیر پس کانادا از کانادا مدده نه دیگه گفتم میشه که ما پیسه ندارم ما غریب مردم هستیم میرسیم کانادا گفت من نیست من میبرمت گفت پاسپورت داشته گفتم پاسپورت دارم گفت نه پاسپورت ها بدر نمیخوره این تذکره رو گفت در جیبتان کنون گفت پاسپورت باشه که چی پاسپورت سرخ باشه دوستای عزیزی بسیار خواست کنیم ما غریب مردم دی جوابیش پیدا نمیشه ما هنوز جوابیش ندارم غم سرخش برده فهمیدی؟ دیگه توکل به خدا یوبی جوان مردی که حیات چیز دیگه شکنم ولی که دیگه وقتا که بودنه ای پاسپورت ها کار نمیداد خارج برفتی میده خال از خواب باز کسایی که وقت مثلا مصارفش کم بیایه اونا چون خودشان آمدن گفت مصارف آمدن من از اونجا تا اینجا $30,000 میشه باز خال از گفت یعنی قدر کم گفت بسید پاسپورت صرف دارن چون قبولی از اونجا دارن فقط تکت میزنی گیرن این پاسپورت های ما شما در پاسپورت های ما شما $40,000 هم تو کانادا نمیرسیم
خیلی نمیخوایم برو دوست عزیز خلاصه مزاق کرده بود بهتر است من بد کردم گفتم نگو تو کمایی که پسندم نمیخوایم برم دیگه بیار جکم وطنهای ما هستن خوش آرام باشن مفت باشن دیگه امو که بچارا هستن و میاین میرن بر ما جای شکر است که میان از نزدیک ما رو میبینن پس میرن خداوند بخیر ببرشان سر خانه و فامیل اولادایشان و اینجا که میان هم تو خوش خورن بیان دیگه باش که بخیر شنگم جانم مانده و زله شد امروز که تیمه دوستای عزیز سخت که باشد کار کرد جمع کرد گرد کرد دیگه بخیر خالی ناوی ها را کاشایی سو کردیم موسو کردیم فقط نمک مانده بخیر که یک رنگ منگو چیزا بخریم بخیر رنگ مالا بکردیم رنگ بکنیم دیگه امشالله تم تو پشت پشت میشه خدا مهربان فقط یک چند روز آفتابی باشه دیگه مشکل نیست همین آفتاب که می باشه کلگی از ما خدا بان بستن چون خانه ما سرد است آفتاب نداره امروز خانه خالایزه کل چیز جمع شو گرم کاشقی بستن ما میدشیم آفتاب کرسانیم حالا سر دست امروز خالایزه دکت برای دروازه بیچاره کپ میشه خاص خاطر که میگم که ریس میمون چی حال است میدی گردوریز دوستای عزیز گردوریز باکس است که کیس کوس کل چیز دیگه و فرق داره سپا خاطر از اینکه دیگه کل چیزا رو ایسو کردم پرشابی رو بهش کشیدم دیگه بیار چه خیر باشه گم بخیر ما باشه میشه خدا مهربان است فهمیدی خداوند جان جور است خیر فا در با قیمت آوردین در جان ریزه نازنین پشت ران کنید در پی دیگه شما میزه در پیش اسکریم خود فهمیدی 5 روپیه این چیه و در پیش سید کریم خود چی خود؟ سید کریم رو خراج نگم الله کدام تو سید کریم نباشه هی یا در آمار ببختیم در سید دیگه پا نباشه یا کمه تا خوارک مزاقی داریم فهمیدی دیروز کمال دوزده روز کریم دوزدی چی حال روزست نه وقت کریم دوزده مساد تو تشایلی دوزده نمیزم فقط گفتم سید کریم خیلی خلاص فهمیدی ولی از یک سید شروع کنه دیگه از کریم شروع کنه خلاصی نه دیگه پای من شاید خفه نمیشه نه زخی گپایشون تو ما خفه نشدیم دیگه دقیقه گپای من نباید خفه شدن ما ارسه که هرچی میگیم تو دو بزنیم بیا تیر خدا میرم تو بگه تو پر از لبخند میار برکن برنامه صاف دیگه دیگه پا خواهشون خفه نشید وای خفه میشین دیگه ما مزرعه میخوایم در یک جای بودم دیگه خیلی دیگر خونی تو بزرگ داشتم میشتم گیریم میکردم یک انجا باز میرفتم که این چیز برنامه هستم یا دیده که باز نتمریم با پاکس رو میشتم باز پس میامدم برنامه رو شاد پیش میبردم اما باز که این برنامه قطع میشد دیگه اوه دیگه سعی که میگفتم خدا تو با میگفت کبی خوشی کبی غم کبی راکت کبی بام فهمیدی امی دستنچی که میامدم با خدا میگفتم باش که گمش کنم برنامه از خراب نشه برنامه رو شاد پیش میبردم ولیکن دیگه از دلم خدا خبر بود خودی گپاری کارا رو دارم سکته سر جان جور تو نشکی از دکتر دفتری لا کنم برو میلاد کنم ما ایلایت ندارم تو برای نامدی مقید باور دارم سر نه چند تو سگی میانه باور دارم برو باز ازم زباد چنایی چیز گرد بزن نه خیلی نه ایشه دین روز همشون خیلی خواهم خودت گرفتی بعد از بعد از این برنامه خلاص شد ششته بودیم خلاصه را مرزی دوزار داد خدا قیل میگرد اما چه بشه خلاصه چه پس گفت من باید داری خدا میگه خلاصه جان بلیاز خدا بعد از رفتن خلاصه که بیرون شد شما خیلی ایشا خلاصه نگاه کنیم تو مالی دیگه دقیقا تو شما خانه رو با فرق داشته بودیم شما باشه گفتم دیگه کل همسایه خود جمع میشه بخیر باشتم دفعه برنامه رو نازنین برنامه رو دخونشان سیل کنیم فهمیدی؟ سعی من پوچا قایزی خود نکنیم یعنی از که؟
خستوره اما چون به خاطر که تو گفتی که یک ساعت از خانه رای تو کردین بعد تو اگر الان یه گل انداخته بودن دانه زیادی میبرمید کلش سر صدای ازیا گرفته بود اینو میم چه باش من با 4 تا همسایه بیا بگه شکنم مرده دیگه من چی گفتم ولی برداشت شکنم گفته بود به خدا میره بالا چی روزم بوده خب چی که خواهد گفت خاله جان گفت که چقدر مشکل است که شوهر خانه نیست که نشان فرین بدین مرد زندگی میکنی من گفتم که شوهرم باشه چی خواد کرد که نه باشه چی خواد کرد گفتم که چیست که دیگه گفت اگه شوهر دومره چی میکنی گفتم این چیز نمیکنم صبر خدا میکنم اون مردکه دقیقه وقت کجا بیست مرده تا بر ما بودی خلاص دیگه چی حالا که تای تو میگم واکلشون خنده میکنم گفتم یک مادر از میگه عیش و مزیان و غم از خوارم گفتم مال فعلا ما خوار خانده گفتم دیگه عیش از دیگر است غمش از ما بیچاره دیگه من دیگه چی بگم دیگه تمام دیگه یک ذره بابایلا کردیم مرداشت کردیم دیگه یار خنده گفت سارا سارا خاله عزیزه رو بیا بست خانه رو برق داشته ناز بگم فهمیدی دیگه زیاد دیگه دلم غم داره فهمیدی سیز دیگه قید بسیم دلم غم داره که نمی شورم بیتی دیگه از دلم پر از دیگه نه خاله عزیزه من شوردم بیتیم نه یک همه مرده بود یک چند وقت پیش فالت کرده بود رفتم وقتی که کن خدشمه نه دوستای عزیز زمین فالت کرده رفتم در مرده همیم نه وقت رسیدم متاسفانه دیگه اونجا رفتم که چی کردم چی میگردش رسیدم جنازه از چون تیز شده بود جنازه تیز شده بود خب گمش کن همینجا رفتم خلاص وقتی که دمی اولی در آمدم امی دخترکای شیرکلگی من دیدم بچه شکلی میکنم زندگی سرطان باشه خدا برکت سر شما بمانه دیگه کلگی بوده اونجا کهش قوم و خاره بچه همه بچه کاکا و کلگی بچه خاله دیگه وقتی که دیدم که چی شد دخترک در پشیم آمد دیگه اگه دیگه مست اینجا پلاسن میشینه خداوند نامش ساله کنم دیگه گفت در خانهش دوان دختر همین که دیگه مادرش مرده همی آمد در پشیم سخله گردن من را خلاف فایزه جان گفت در آرسیه و مپلای ما یاد نمیشی در غم وقت میرسی دیگه من دلم پر بود دوستای عزیز دیگه خوب بس ناقه در خلای احکم که رفتیم که در خانه همه میشته همه دیگه میشته دیگه همه میشته دیگه رفتیم که در دوک شیشتم دیگه کوه سبقه در زاده دیدن دار خودشم سبقه در زاده کمتون رنگ دیده و غم دیده خودشم دیگه شعر جاریش دیگه حالا که گیریان نکنه که من گیریان میکنم آخرتش دوستای عزیز میگه اگر دل بگیریه چشمان میگیریه میگه اگر دل بگیریه چشم کورم آمیه دیگه نمو بود که دیگه آخر خیلی زیاد گیریان کردم به اندازه دیگه باز کلی غالمقال کرد که خدا نخواسته افشار کنم نره کدام رقم نشی خیلی است دیگه صبر خدا هیچ چاره نداره من در قارب خیش قوم قدر زود نمیرم شنم بسیار دیر باد میرم خدا نخواسته خدا وسط نکنه خدا جوانه ما نگیره خدا اند پا غم تو داشته باشه یک مرد مردن چیزی که میشه باز میخوام دیگه او تو نمیرم این وارثیشون میشه و فلایشون دیگهشون میشه اگه یگان جایی که نزدیک باشن در شهر کابل باشن باز میخوایم برم اگه دور باشن در وطن باشن تخیل چشم نمیتونم خب خیر آن یک شرایطی هم شده که اما هر کس هم درگیر زندگی خود از وقت خصوصی کار میکنن مسئولیت دارن رسیدگی نمیتونن دیگه همه گه انشالله که جور باشن در خانه خود باشن شما ما رو همراه باشن یه زیر کاره پیش برن باز انشالله سیپچی کنیم این رقم استخوانم جل کرد بگم کدام سیلی میخواست برای بزنی اگر قامه؟ نه خیر خونه برو خونه نه گفت تخنک ما میرم خانه بگم گفت تخنک نیست خب باز ما میرم خانه بازم میمرجیم یک جایی دوستای عزیز یک رفت برگشت دارم زود برمیگردیم ما بریم کچالو فالک بوشیم دیگه فالک بیارم مایده کنیم باز است امروز براتون یک برای کنترل البته بر شما نه بر خودمون جور میکنم دیگه من چیپس سرخ کردم کچالو را برش بانجان رومی سیر مرچ چهار مساله و نمکم اضافه کردم میبینیم که دیگه رنگش خوبش شده
دیگه کچالو رو مندازم و میمونمش که چند دقیقه دم بگیره دیگه برای پالکم البته سابق خودم هم تو میکردم که گندنه رو سرخ میکردم روی گندنه باز پالک هم انداختم هم روی سیر و مرچ اما حال برش بانجان رومی برازم بانجان رومی و سیر و مرچ سرخ کردیم پالک هم اندازم روش میمونمش که سرخ شد دیگه زیاد آبشم پخته ندیم بخاطر که هم رمضان است هم خیلی ضعیف شده کنده بدنشان با آهنگ ضرورت داره باش که نازنین میگم بلند گپ بزن بس سیاز که بلند نمیشه بچه چرا نفس سوخت ما رو منو مگه گمش خودم چی کار کرد که نفس سوخته مرا باشی مندازی خلاصه دیگه نزدیک افطار است درست است من دیگه ذره کم کدر یستم کنیم نکنم گوشت خاصه است بگوی نشنه اون نه دوست عزیز ما سبزی پالک یا رجت کردیم دیگه چیز شرمن جان شون سیر سبزی مزدار لکنش تمام کرده بود من باز کنم باش خیلی میدیم یک سال دیگه که مزدارم تو گفتن اگان تو مرچ سیر درا داشته باشه یا موقعیت رو میسرخ شوه باید آمده شکر از همه چیز که باور بخدا کنیم که من سبزی بسیار میکنم سبزی گفتم زیاد خورده یا ما قسم سبزی کم خورده بودم اما بسیار مزدار بسیار خوب چیز باش ما یک دفعه میریم چی کنم میده کنم ریزه کنم باید دوستا که نازنین یک رقم اول خواهد گاهی که پای وار میکنه گاهی که قفاق وار میکنه گاهی که لغت وار میکنه خوش آمدیم دیگه چی است گفتم که بانجان رو سیر و اینا رو سرخ کردم دیدی پالک می‌ندازم کاسه بمونم یک چند دقیقه که یک کمک آبشون خشک شد آب پخته شد دیگه باز نوش جان میکنیم کاسه کلان بر خود تا تویتان خالی که کنار ما نیستین که با ما یک جای نان نوش جان بکنین اما مطمئن هستم که اسم خود غذای خوب تمام زده ما امروز یک رقم مانده و زله است دیگه خالصه اگه خوبش آمد یا نامد دیگه ما کل وطنهای خودم میمان دسترخوان غریبانی خود کردیم کل وطنهای عزیز محترم قندول و سمندول خودم چی کردی نمکه؟ اوی زوم شیرینی مامانیم خیلی دولانا شیرینی خواستش از دولت چی است؟ دوستا عزیز اشتباه دیگه چی بگوی فامیلی یک درکتر سبا میکنم بازه شاخ بکشم شبنم جان خدا جانه مردت کنه جانه که قدر رفتی کی رفتی؟ نورا نفتم خواهد زن سکنید کار کنه دیگه میگه چیز درست بیبی دانه شو برای بیبی بانه شد من کار کردم دیگه فامیلی باش کنی که من چیز نگی یا شکره باشی بسیار زیاد گفتن نمیتونی من میکنم روزه دارم در زیخ را خط نمیکنم بله خوب است نزدیک افطار گرفتش کم هستم یک ذره انشالله نه و توکل خدا خوشگل میره ذره تقسیمات کنم چی شو کعب من کعب سو گم شو شلوار ما دیدم بگیره و پالکم میمونم یک چند دقیقه که بسیم آبش خشک شد و مساله و مرچ و نمک در خودش جذب بکنه دیگه بس آمدن دیگه شما تا که ما بخیر کلی چیز آمده میشون در دسترخوان اگه در شاپسخانه افطار کنیم چطور؟ در جایی که نانی که ما مشکل نداره نان کنیم
تو گازان رو پاک کرد که دیگه در نظر سالو کردن اما پس بیده کدام روز ما دوباره بازی کردیم نه خدا نکنه مزاق کردیم وی کاملش ریکورد میکنم تو سرشی چیزی خدا نکنه نازنین بگویم فلانی جای مرده شد بریم دیگه برنامه ثبت کنیم یا بیایم تو یکی پس چطور باشه چون وقت نگفتیم نرفتیم برنامه ثبت کردن دوستا عزیزای دل تشکر از این برنامه که ما رو بیننده هستین مرد گفتم نزدیک افتاد خلاصه برای نگیر اون ناق سر صدا میکنه بر من خب میبینی که شام هست ناق اصلا بچه خراب میکنین از یک سو بچه مریض است سخت داره از یک سو دیگهش مریض است از یک سو مچم که ما که چطور خیلی از گمش کن چوشش میکنه الو سوخت الو الو و چی که بسید ماجب چی شدی خدا تو بکنه بد کردیم خدا وای سوخت کنیم بس کن در سر بس کن وی رو بخیر شد خلاص باش کن تا کاسر قسم خورده روز چپه نکنه نمیمونه خوب زوی دل ما هم نزدیک افطار هستیم بخیر دیگه چند دقیقه کم مانده به افطار دیگه نانم آماده زیدن خلاصه کشید گرش پیش از وقتم کشید اناس فکر کنی 10 دقیقه مانده دیگه رفت من سبزی و کچالو رو بکشم بریم سر سرخون عزیزای دل خوش آمدید به ادامه برنامه تشکر از این برنامه رو بیننده هستید مرد خنده نکن فهمیدی دیگه کم ما کرم شما چی کامل است نوش جان ما و نوش جان شما دیگه جایتان خالی آذان محمدی است دوستای عزیز باید افطار خدا بکنیم آذان است آذان است دوستای عزیز بسم الله الرحمن الرحیم هم سبزی سنمای تو اشاره داره عزیزای دل تشکر از اینکه برنامه رو بیننده هستید قربان تک تکتان نه قربان محبتتان نکن روی نازنین جان دور نده که دل ما را زندگی سر میکنی دیگه جایتان خالی نان نوش جان کردیم واقعا نمیتونم سبزی لپی جپی مزه‌دار از کل چیز کردم سبزی زیاد مزه‌دار بود دوستای درد نکنه دختر قندم خیر ببینی سلامت باشی خدا رو شکرگزار هستیم نعمتاش شکر که چی چیزایی در سر ما دسترخوان ما این بارک رمضان آمده میشه یا خودش خود به خود میرسه مثلا یک چیز بانه میشه سعی که ما استروشی سلات ترک سلاته و مچم برانی کچولی و سبزی و شروع واقعیت دوستای از کلش از نعمت خداوند است دیگه بخیر باشین سلامت باشین که ما رو بیننده بودین تا این دمه خدا کنه کسی به بدم شکنم جانم تو قرخت مرخت نمانی انشالله سر حال باشی از دل برنامه تا آخرت من بیننده باشین دیگه بدوستی نشه بدشمری نشه بدوستی پیش بر شکنم جان دخت نشی برین دیگه خدا پست لایک کامنت شیر فراموش نکنید دوستای عزیز هستیم ما شما خانه رنگولی داریم شیشه پاکی داریم دوستای عزیز دیگه این تا خانه تکانی های